تو نه دیر رسیدی و نه زود. دقیقاً در مو جایی که باید می بودی هستی. در موقعیتی که فعلا قرار داری آرزوی 10 سال قبلت بود. بله، دنیا به سرعت میگذره و توهم عقب ماندن را ذهن تو میکاره. موقعیت دیگران را میبینی، درخشششان، پیشرفتشان، اوج گرفتنشان. گاهی همراهشان بخیلی میکنی، گاهی از ایشان متنفر میشی. اما به یک بارم که شده با خودت بخیلی نکردی. پس ساعت دیگران را با ساعت خودت تنظیم نکن و بدان که زمان اونا زمان تو نیست. چون وقتی که زمان تو فرا برسه، دروازه هایی که هرگز باز نمی شدن به طور اتفاقی باز خواهند شد و کسانی که تو را ترک کرده بودن اسم تو را به یاد خواهند آورد. پس به تأخیر و برنامه های خداوند ایمان داشته باش و بدان که تأخیر مجازات نیست بلکه محافظت است. چون وقتی نوبت درخشش تو برسه، هیچ چیز و هیچ کس نمیتونه که نور خاموش کنه. اگر دنبال توسعه فردی و آگاهی روابط هستی، شاید پیچ ما به دردت بخوره.